جزیره‌های عجیب و غریب ایران که ارزش یک بار سفر کردن رو دارن. کشور عزیزمون ایران پر از جزیره‌های عجیب و زیبایی است که شاید اسمشون هم تا حالا به گوشمون نخورده باشه. تو ویدیوی امروز پارت دوم جزیره‌های عجیب و غریب ایران رو منتشر کردیم. پس تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. جزیره اول، جزیره هنگام. جزیره هنگام جزیره کوچک و دیدنی در خلیج فارس است که با سادگی خود شما رو متحیر میکنه. این جزیره با چهره بومی و سنتی خود میزبان سواحلی کم نظیر، دلفین‌های بازیگوش، حیات وحش تماشایی، کوه‌های آهکی و بازاری جذاب است. در این جزیره خبری از هیاهوی شهر وجود ندارد و ماشینی هم دیده نمی‌شود. مردم هنگام با مهمان نوازی خودشون سفری به یاد ماندنی رو برای شما رقم میزنند. هنگام جزو جاهای دیدنی قشمه که سفر کردن به اونجا با قایق سواری در آبهای خلیج فارس شروع میشه. این جزیره کوچک حدود 37 کیلومتر مربع وسعت داره که دارای ارتفاعات آهکی میباشد. همچنین این جزیره تشکیل شده از آبادی‌های کوچک است که برای سفر کردن به این جزیره ابتدا باید به جزیره قشم برید و بعد از اونجا به این جزیره ساده ولی در عین حال زیبا سفر کرده و از آنجا لذت ببرید. جزیره دوم، جزیره مینو. جزیره مینو از توابع استان خوزستان می باشد که مابین دو شهر آبادان و خرمشهر واقع شده. این جزیره کوچک که مساحتش به 9 کیلومتر هم نمیرسه در دل اروندرود شناور مونده و اروندرود این جزیره را از خشکی جدا کرده. دسترسی به این جزیره از طریق پلی فلزی صورت میگیره که در ضلع جنوبی جزیره ساخته شده. در داخل این جزیره یک شهر کوچیک 12,000 نفری هم وجود داره که اغلب آنها عرب زبان هستند. در جزیره مینو مضیف‌های زیادی وجود دارد که به طور کامل از نی ساخته شدند و محل پذیرایی مردمان عرب استان خوزستان از مهمانان خودشان هستند. در این اتاقها شما میتونید طعم اصلی غذاهای عربی و جنوبی مانند ماهی شکمپر و دیگر غذاهای عربی و همچنین قهوه عربی رو تجربه کنید. در جزیره مینو تفریحگاه و اسکله‌های متعددی وجود دارد که زمینه تفریح و سرگرمی مهمانان را فراهم می‌کند و مهمانان می‌توانند همراه محلی‌ها ماهیگیری کنند و یا داخل اروندرود گشتی بزنند و یا برای پیاده‌روی به نیزارها و نخلستان‌ها بروند. همچنین در فصل‌های سرد پرنده‌های مهاجر زیبایی به این جزیره پناه می‌آورند که همین موضوع باعث جذب گردشگران زیادی می‌شود. پیشنهاد می‌کنم اگر به این جزیره سفر کردید به هیچ عنوان هنگام غروب خورشید را از دست ندید، زیرا در قاب و زاویه متفاوتی رخ می‌دهد. برای دسترسی به این جزیره زیبا میتونید از آبادان با پرواز نیم ساعته به آنجا برسید و از سفر کردن به این جزیره لذت ببرید. دوستان عزیزم، قبل از اینکه سراغ جزیره زیبای بعدی بریم لطفاً با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید. جزیره سوم، جزیره اسلامی. جزیره اسلامی یک جزیره بسیار زیبا و دیدنی است که در شرق دریاچه ارومیه با وسعت 23,000 هکتار واقع شده است و بزرگترین جزیره این دریاچه می باشد که در گذشته نام آن جزیره شاهی بوده است. جزیره اسلامی تنها جزیره دریاچه ارومیه می باشد که امکان سکونت در آن وجود دارد. این جزیره زیبا دارای 7 روستا می باشد که نامهای آنها آق گنبد، گمیچی، سرای، براچالو، تیمورلو، قبچاق و ریحان آباد می باشد. مردمان این روستا به زبان شیرین ترکی صحبت می کنند و شغل بیشتر آنان کشاورزی، دامپروری و باغداری است. از شگفتی‌های طبیعت این جزیره سرسبز و زیبا قسمت باتلاقی و نیزاری آن است که محل زیست پرندگانی همچون پلیکان‌های سفید، فلامینگو، آنقود و سایر پرنده‌های مهاجر می باشد. جزیره چهارم، جزیره عاشوراده. شمال کشور ایران برخلاف خلیج فارس و آبهای آزاد جنوب جزایر کوچک و بزرگ مشهوری ندارد و اگر قصد بازدید از یک جزیره را در مناطق شمالی کشور دارید، عاشوراده تنها گزینه شماست. این جزیره تنها جزیره ایرانی دریای کاسپیان است. منطقه خالی از سکنه و متروکه که در استان گلستان می باشد. هر ساله هزاران گردشگر برای بازدید از این جزیره منحصر به فرد و گشت و گذار در این منطقه تاریخی به بندر ترکمن سفر می کنند و با قایق خود را به جزیره می رسانند. جزیره عاشوراده در 10 کیلومتری بندر ترکمن واقع شده است و تنها 40 کیلومتر با گرگان فاصله دارد. این جزیره
از شمال به دریاچه کاسپیان و از شرق به تنگه باریک به نام تنگه چپاقلی منتهی می شود. جزیره آشوراده تا چند سال پیش 1200 هکتار وسعت داشت، اما سیل و بالا آمدن سطح آب دریا سبب شد تا تنها 400 هکتار از آن باقی بماند. دلایل بسیاری آشوراده را به یکی از مکانهای مهم تبدیل کرده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به تولید چیزی در حدود 40% خاویار کشور در این منطقه اشاره کرد که شهرت زیادی در جهان دارد. در کنار خاویار، انواع دیگری از ماهی‌ها از جمله ماهی سفید، ماهی کپور، ماهی ماش، فیل ماهی، تاس ماهی و اوزونبرون نیز در این منطقه قابل صید است. با سفر کردن به این جزیره میتونید از محیط بکر، آرامش تکرار نشدنی و البته تفریح در کنار دریا لذت ببرید. اسکله بندر ترکمن با بازارهای محلی و امکانات تفریحی مختلف مثل قایق‌های پدالی و موتورسواری حسابی شما را سرگرم می‌کند. جزیره شماره 5، جزیره بونه. جزیره بونه که تلفظ قدیمی‌تر آن جزیره بونه است، تنها یکی از چندین جاذبه طبیعی و جزیره تماشایی استان خوزستان است. این جزیره غیر مسکونی و بسیار کوچیک در حوزه خلیج فارس قرار گرفته و همچنین دارای ویژگی‌های اکولوژیکی خاص و منحصر به فرد نیز میباشد. از پرندگان موجود در این جزیره میتوان به پرنده خرچنگیاب اشاره کرد. این جزیره محل مناسبی برای تخم‌گذاری پرستوهای دریایی نیز شناخته میشود. جزیره بونه به همراه 2 جزیره کوچک دیگر به نام‌های دارا و قبر ناخدا در منطقه شمال باختری خلیج فارس قرار دارد. این جزیره غیر مسکونی بوده و برای گردشگران جای دنج و زیبایی میباشد. از شما دوستان عزیزم ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. لطفاً برای حمایت بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را هم به صدا در بیارید تا اولین نفر از ویدیوهای جدید آپلود شده با خبر شوید.